اول نقطه ای بود که رب در لغت سید، مالک و مصلح می گفت. این رو باید خوب حفظ داشته باشه. خلاصی همی چند درس یعنی می است که رب کی را میگن؟ کسی که سید است و کسی که مالک است و کسی که مصلح است. وقتی که ما شما در اول قرآن میخوانیم که الحمد لله رب العالمین، میگیم حمد و ثنا و صفات خاص بر الله هست که او رب العالمین است. یعنی وقتی که عقیده داشتیم که رب العالمین الله هست، باید عقیده داشته باشیم که سید، وقتی که به رسول الله گفته شد که تو سید هستی، رسول اکرم صلی الله علیه و در حدیث شریف میگه که السید هو الله. در حدیث شریف آمد از این خاطر کلمه سید رسول اکرم صلی الله علیه و گفته که الله سید است. چند چیز شد؟ سید، مالک و مصلح. این بسیار مهم است. خلاصه کلی نمی درس فصل ربوبیت.